نحمده و نصلی علی رسول الکریم. دوستان عزیز گرامی، رسیدیم به قسمت دیگر از نقد مطالب پیج تقدیر یک که توسط آقایان اسلام مخمی و مولا عمر توماش که از شاگردان برجسته و نزدیکان مدرسه حنفی گنبد و اساتیدشون هست و توسط این بزرگواران این پیج اداره میشه، ببینیم که آیا سنگین مغزان پیج تقدیر یک در این مورد چه دستوری به آب دادن. بله، بنده در سخنرانی جوابیه پیج تقدیر یک و آخوند توماش در قسمت ششم دقیقه 6:46 الی 7:20 اونجا بنده یک قسمی یاد کردم، قسمی خوردم بر این مبنا که چون که اکثر منادیان و مبلغین ندای اموات، ندای غایب و ندای مردگان از آیه وابتغوا الیه الوسیله، آیه 35 سوره مائده، از همین آیه استدلال میکنن. بنده در همین سخنرانی خودم قسم خوردم که اگر مدعیان ندای اموات و غایب از یک تفسیر معتبر اهل سنت، فقط از یک تفسیر، چرا که تفاسیر ما در طول 1400 سال تفسیر شدن، اگر منادیان اموات از یک تفسیر از تفاسیر معتبر اهل سنت برای ما یک دلیل بیاورن که کدام مفسری از مفسرین امت اسلام وابتغوا الیه الوسیله داد، وسیله را در تفسیر همین آیه به ندای اموات اگر تفسیر کرده، بنده از این عقیده درست نبودن ندای اموات توبه خواهم کرد و بنده هنوزم رو حرفم هستم و هنوز هم رو قسم خودم هستم. اما متاسفانه عزیزان و مدیران سنگین مغز پیج تقدیر یک ما فیلم بنده را در این مورد قطع و برید کرده، واقعیت را به گونه دیگر جلوه دادن. حافظ صاحب همون تیکه فیلم سخنرانی کامل بنده را از سخنرانی خودم که از جوابی ششم جوابی تقدیر یک و آخوند توماش از دقیقه 6:46 الی 7:20 است، اینو کامل بیارین تا برسیم به قسمت قطع و برید شده. Bu konuda gelip öz düşünüşünüz Kur'an, hadise ters varahim şu tuğratın öz düşünüşünüzde öyle bırdatlar oturup dursan vabtagu ileyhil vesile, Allah bilen kasam vabtagu ileyhil vesile diyenin ayetin muhatatında 1400 Kur'an tefsir ottur. Birçi de tefsirden getirin. Evliyalar çağırmalı, şehitler çağırmalı, pirler, peygamberler çağırmalı. Şu tefsirde birçi de tefsirden, muteber tefsirden getirin Müslüman doğan, men tövbe çeken. Karar der ki her kimsenin aytyanlarında hayta burada ters olanına ona billahi ve hamid. این قسمت را با هم دیدیم. مقصد بنده و مطلوب بنده و تقاضای بنده کاملا مشخصه که من اون قسمت را برای شما تکرار هم کردم. لذا ادعای بنده و قسم بنده بر این مبنا بوده که اگر مدعیان اموات و مدعیان ندای غایب اگر از یک تفسیر از تفاسیر معتبر اهل سنت در تحت آیه وابتغوا الیه الوسیله، آیه 35 سوره مائده، فقط از یک تفسیر دلیل بیارن که کدام مفسری از مفسرین معتبر اهل سنت این آیه را به ندای اموات اگر تفسیر کرده، بله بنده قسم خوردم که بنده توبه خواهم کرد. اما متاسفانه مدیران سنگین مغز پیج تقدیر یک، مدعیان حنفیت، مدعیان وهابی شناسی، مدعیان قدیمیول، مدعیان آقیول، از همین الفاظ و قلم و سلم استفاده کرده، متاسفانه با قطع برید فیلم بنده این چنین وانمود نمودن که بله بنده در این کلیپ ادعا کردم که اگر از یک کتاب فقهی معتبر مذهب حنفی اگر شما دلیل بیارین، یعنی بنده چنین گفتم، بنده توبه خواهم کرد. حال این که مقصد بنده و الفاظ بنده و چیزی که شما در فیلم مشاهده کردین این چیزی هستش که اظهر من الشمس است. حالا به این قسمت از فیلم قطع برید شده توسط مدیران سنگین مغز پیج تقدیر یک با هم دیگر نگاه میکنیم تا حقیقت حال دیانت و ایمان این عزیزان برای ما مشخص بشه. Evliyalar çağırmalı, şehitler çağırmalı, pirler, peygamberler çağırmalı. Şu tefsirde, birçi de tefsirden, muteber tefsirden getirin Müslüman doğan, men tövbe. Evliyalar çağırmalı, şehitler çağırmalı, pirler, peygamberler çağırmalı. Şu tefsirde, birçi de tefsirden, muteber tefsirden getirin Müslüman doğan, men tövbe. این قسمت قطع برید شده توسط مدیران پیج تقدیر یک را با هم دیدیم. امیدوارم که شما متوجه حقیقت حال شده باشید.
که بنده چه ادعایی کردم و این عزیزان مدیران سنگین مغز پیج تقدیر یک چه چیزی را با قطع برید فیلم بنده میخواستن که القا بکنن. مشکلی که بنده در این مورد میخوام اظهار بکنم این واقعا یعنی برای من قابل هضم نیست. بماند این که بنده در پست های مختلف و در سخنرانی های مختلف این را کاملا گفتم و باز هم میگویم که اگر کدام دلیل از کتاب های فقهی مذهب حنفی به نسبت ندای اموات برای بنده بیاورن من باز توبه خواهم کرد. من در این مورد قبلا حرفامو زدم، در پست قبلی هم موضوع را بنده توضیح دادم، اما این عجیبه، این واقعا برای من قابل هضم نیست. این چه دیانتیه، چه اسلامی هست، چه ایمانی هست که بیاد انسان مسلمان از یک سخنرانی شخص مسلمان قطعی را قطع برید کرده و برای اثبات اون خاصه نابجای خود از این سو استفاده بکنه. یعنی واقعا من هر چقدر با خودم ور میرم که آیا مسلمان چنین کاری خواهد کرد، بنده نهایت در اندرون خود این را نمیتوانم قبول بکنم که شخص مسلمان واقعی چنین خیانتی را نسبت به دیگران روا بداره. در کلیپی که مشاهده کردید این شخص به ظاهر حنفی مذهب ادعا کرده که فقط یک دلیل از فقه حنفی بیارید. ما هم در جواب این افراد سبک مغز چندین دلیل معتبر محکم از فقه حنفی میآوریم که عاقلان را اشاره کافی است و در آخر قضاوت با خود شماست. حال بماند اینکه طبق ادعای خودشون اگر قرار بود که از کتاب‌های فقهی معتبر مذهب حنفی هم دلیل بیارن، باز این چه دیانتی هست که شما از کتاب‌های تفسیری اهل سنت و الجماعت و از کتاب تصوف اهل سنت و الجماعت دلیل میآورید. با هم دیگر دقت بکنید. در طریقة المحمودیه بیشتر طریقة المحمدیه جلد 1 صفحه 203 آمده است که اولیا در دنیا مانند شمشیری در غلاف هستند، پس وقتی که وفات میکنند از غلاف در آمده و قدرتشان به اذن الله ذوالجلال بیشتر میشود. بنابر تفاسیر ابن کثیر، قرطبی و ابو منصور ماتوریدی و تفسیر جلاله و تفسیر خازن و تفسیر بغوی و دیگر تفاسیر که متفق علیه در این هستند. دقت نمودید؟ یعنی واقعا انسان تعجب میکنه. مدعای اینها بر این بود که از کتاب‌های فقهی معتبر مذهب حنفی دلیل بیارن، اما در مابین دلایل خودشون از کتاب ابن کثیر رحمت الله علیه مال علمای حنبلی مذهب که کتاب تفسیری هست و از کتاب تفسیر خازن، تفسیر بغوی، تفسیر جلالین که از مذهب شافعی هست. حالا به نسبت تفاسیر ما مشکلی با مذاهب دیگر نداریم، اما ادعای اینها که بله ما از کتاب‌های فقهی معتبر حنفی دلیل خواهیم آورد و در بعد ادعای خودشون دوباره از کتاب‌های تفسیری دلیل آوردن، این هم دروغی آشکار هست که نیاز به توضیح نداره. بله عزیزان محترم، مشکل ما با چنین اشخاصی هست، اشخاصی که چون در روز روشن جایی که دلایل هست اینطور میخوان به مردم دروغ بگن و با دروغ اون عقیده خلاف سنت خودشون را به خورد مردم بدن. وای به حال اون اشخاصی که در جلوی اینها در اتاقی، در خلوت و در مکانهایی که اینها دارن درس میدن کسی بیاد شاگردی این چنین اشخاصی را بکنه، خدا میدانه که اینها با اونها چه چیزهایی را القا خواهند کرد. از جمله همین یکی از القاهات اینها همین پیج تقدیر یک و مدیران سنگین مغز آنها بود که دیدن الله متعال را در خواب را از عقیده وهابیت قرار داده بودند، حال اینکه این چیزی بود که از امام اعظم رحمت الله علیه ثابت بود و خیلی از علمای دیگر و همینطور خیلی از مطالب دیگر هست که پیج تقدیر یک و مدیران آنها و مدرسه حنفی گنبد که در پشت سر این عزیزان قرار دارند در خیلی مسائل، در مسائل اعتقادی و در مسائل عملی بر خلاف اهل سنت و مذهب حنفی هستند. اگر واقعا راست میگویند و چنین نیستند، همه این عزیزان را بنده برای نشست علمی در جلوی دوربین دعوت میکنم. جلوتر انشالله حقیقت ها واضح خواهد شد که چه کسی دروغگو هست و چه کسی راستگو. الله اینطور به همه توفیق بده و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.